тоҷике ки дар миёни душманон зист умре, мурда мурда зинда буд. حاضرین ارجمند، تحت کفکوبی‌های شما تحفه‌های خاطره‌ای را تقدیم می‌کنیم به شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله. با دستور معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت صلح محترم رجب احمدزاده از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان با استاد کمال نصرالله خانه استقامتی دو حجرگی در شهر پنجکن تقدیم می‌گردد.